زیرا پیامی که شما از ابتدا شنیده اید چنین است که ما باید یکدیگر را دوست داریم، نه همچون قابیل که از ابلیس بود و برادر خود را کشت. و از برای چی وی را کشت؟ از برای آن که اعمال خودش بد بود ولی اعمال برادرش عادلانه. حیران نشوید ای برادرانم اگر جهان از شما نفرت کند. ما می‌دانیم که از مرگ به حیات گذشته ایم، چون که برادران را دوست می‌داریم. کسی که برادرش را دوست نمی‌دارد هنوز در مرگ ساکن است. هر که از برادر خود نفرت دارد قاتل است و شما می‌دانید که هیچ یک قاتل حیات جاودانی ندارد که در وی ساکن باشد. ما محبت را از آن دانستیم که او جان خود را برای ما فدا کرد. ما هم باید جانهای خود را برای برادران فدا کنیم. و اگر کسی که در جهان آسوده حال است برادر خود را در حالت محتاجی دیده رحمدلی خود را از وی دریغ می دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است؟